به قسمت هشتم آموزش cPanel، آموزش بخش FTP اکانت یا حساب‌های FTP cPanel میرسیم که اگر وارد حساب کاربر خودتون توی cPanel بشید، گزینه‌ای با عنوان FTP اکانت از جعبه فایلز در صفحه هوم یا صفحه اصلی cPanel شما وجود داره که از این قسمت میتونید یک حساب FTP یا حتی حساب FTP بیشتری رو بسازید و با استفاده از یک نرم افزار مدیریت FTP که روی راین شما نصب میشه، به عنوان مثال فایل زیلا، وارد حساب کاربری خودتون بشید و فایل ها و پرونده های روی فضای میزبانی خودتون رو مدیریت کنید. در ویدیوهای قبلی، یعنی در چند تا ویدیوهای قبلی، با فایل منیجر آشنا شدن که میتونستیم از این روش استفاده کنیم تا پرونده های خودمون رو، تا پوشه های سایت های خودمون رو مدیریت کنیم، اونها رو جابجا کنیم. ولی یکی از روش های دیگر مدیریت پرونده اینه که بیایم از حساب FTP استفاده کنیم. FTP سرنام سه تا کلمه فایل ترانسفر پروتکل به معنای پروتکل انتقال فایل که ما میتونیم از این پروتکل چه روی شبکه کوچک محلی مثل شبکه خانگی یا روی یک شبکه جهانی مثل شبکه اینترنت استفاده کنیم و فایل ها و پرونده های خودمون رو منتقل کنیم بین راینه های مختلف. FTP یکی از پروتکل های قدیمی شبکه به حساب میاد. خب همینجور که شما در تصویر میبینید، ما دو تا گزینه از جعبه فایل cPanel داریم، در دسترس داریم. یکی FTP اکانت و یکی هم FTP کانکشن که در این ویدیو با قسمت FTP اکانت cPanel آشنا میشیم و FTP کانکشن رو میسپاریم به ویدیوی بعدی. از قسمت FTP اکانت میتونیم یک حساب FTP بسازیم. قبل از اینکه خواسته باشیم با نرم افزاری مثل فایل زیلا متصل بشیم به FTP فضای میزبانی خودمون، باید اول بیایم از قسمت FTP اکانت یک حساب FTP رو از این قسمت بسازیم و بعد از اون اطلاعات نام کاربری و رمز عبور رو به نرم افزار فایل زیلا بدیم تا این نرم افزار اقدام به متصل شدن به حساب FTP بکنه که ما از قسمت FTP اکانت ساختیم. پس میریم سراغ FTP اکانت cPanel. این صفحه یا این بخش از cPanel از سه تا قسمت کلی تشکیل شده. قسمت اول اد FTP اکانت هست برای اضافه کردن یک حساب کاربری که باید مشخصات اون حساب کاربری رو وارد کنیم و سپس روی دکمه Create FTP اکانت کلیک کنیم تا حساب ما ساخته بشه. قسمت دوم FTP اکانت هست که حساب هایی که تا الان ساختیم رو میتونیم اینجا به صورت یک جدول کامل ببینیم. از اونجایی که اینجا عبارت No Accounts Found رو به من نشون داده، پس میتونم نتیجه بگیرم که تا الان من درون این حساب cPanel هیچ FTP رو نساختم و اینجا موردی وجود نداره که به من نشون بده. اما قسمت سوم بخش FTP اکانت Special FTP Accounts هست که حساب‌های FTP خاصی است که از همون ابتدایی که cPanel به شما تحویل داده میشه این حساب‌ها وجود داره. از این حساب‌ها هم میتونید استفاده کنید. حساب اول حساب اصلی FTP است که با همون نام کاربری و رمز عبوری که وارد cPanel شدید میتونید وارد این حساب FTP هم بشید. دسترسی به کل قسمت‌های فضای میزبانی رو دارید با استفاده از این حساب کاربری وارد FTP خودتون بشید، میتونید تمامی فایل ها و تمامی پوشه های روی هاست خودتون رو مدیریت کنید. نام کاربری رو در ستون لاگین میتونید ببینید. مسیری که قراره با استفاده از این حساب کاربری FTP بتونید فایل ها و پوشه های زیر مجموعه این مسیر رو مدیریت کنید رو در قسمت پث یا مسیر میتونید ببینید. در ستون یوزیج کوتا اون محدودیت میزان تبادل اطلاعات از نظر حجمی رو به شما نشون میده که از اونجایی که عبارت بی‌نهایت رو زده میتونیم نتیجه بگیریم که هیچ محدودیتی از نظر میزان انتقال اطلاعات یا فایل وجود نداره. از قسمت یوزیج هم که قبل از عبارت اسلش هست میتونیم بفهمیم تا الان چقدر از این محدودیت استفاده شده. اینها اطلاعاتی است که ما در جدول بخش FTP Accounts و همچنین جدول بخش FTP Special FTP Accounts راجع به هر کدوم از حساب‌های FTP که تا الان ساخته شده میتونیم اطلاعاتی رو به دست بیاریم. اما میریم سراغ بخش اول، یعنی بخش Add FTP Account. در اینجا ما باید یک مجموعه اطلاعاتی رو بدیم به cPanel تا حساب FTP ما رو بسازه و با استفاده از این حساب بتونیم وارد هاست یا فضای میزبانی خودمون بشیم. از قسمت لاگین باید نام کاربری رو وارد کنیم که من یک نام کاربری رو به این صورت وارد میکنم.
اما شما باید در نظر داشته باشید که نام کاربری شما به این شکل خواهد بود: جمال، یا همون نام کاربری که شما وارد میکنید، @webnolog.ir. یعنی این عبارت همیشه که حالا بسته به cPanel و همچنین دامنه‌ای که به cPanel شما متصل شده این عبارت میتونه متفاوت باشه. در نهایت این عبارت در انتهای اون کلمه‌ای که در جعبه لاگین وارد میکنید جزء همون نام کاربری حساب FTP شماست. رمز عبور رو هم در اینجا میتونید وارد کنید. رمز عبور رو علاوه بر این که به صورت دستی، یعنی اون چیزی که مد نظر خودتونه، میتونید در این جعبه وارد کنید، میتونید از ابزار پسورد جنریتور هم استفاده کنید. روی این دکمه من کلیک میکنم، پنجره بر من باز میشه، یک رمز عبور تصادفی از درون این جعبه قابل نمایشه. میتونم این گزینه رو انتخاب کنم. به این معناست که من رمز عبور رو با راست کلیک کردن و انتخاب دستور کپی کردم و در جای مطمئن اون رو ذخیره کردم. جای مطمئن منظور یک نرم افزار مدیریت رمز عبور میتونه باشه که حالا آموزش های اون رو در ویدیوهای بعدی مجموعه ویدیوهای جمال خدمت شما آموزش رو خواهیم داد. یک نرم افزاری است برای مدیریت رمز عبور، میتونید از اون استفاده کنید. رمزهای عبور حساب‌های مختلف خودتون رو در اون برنامه ذخیره کنید که دیگه لازم نباشه تمامی رمزهای عبور شما یکسان باشه برای اینکه به راحتی بتونید اون رو به خاطر بسپارید، یا اونقدر پیچیده نتونید تمامی رمزهای عبور حساب‌های مختلف سایت‌های اینترنتی خودتون رو به یاد به خاطر بسپارید. در نهایت حالا ما فرض می‌کنیم که این رمز عبور رو من مثلا در جای مطمئنی، حالا اینجا در یک فایل نوتپد میتونم این کار رو انجام بدم به صورت موقتی. این اصلا توصیه نمیشه که رمز عبورتون رو شما توی فایل متنی ساده ذخیره کنید، اما در هر صورت رمز عبور رو من اونجا به صورت موقتی ذخیره کردم. برای مراجعه دفعات بعدی ازش استفاده میکنم. گزینه I have copied this password رو انتخابش کردم. روی دکمه use password میتونم کلیک کنم. رمز عبور در جعبه پسورد و پسورد again به صورت خودکار جایگزین میشه. ما رمز عبور رو نیاز داریم برای ورود به حساب کاربری FTP خودمون. در غیر این صورت هر شخص دیگه میتونه وارد این حساب بشه و قدرت این رمز عبور رو هم از جعبه در نوار زیر عبارت strength میتونید ببینید که به چه ترتیبه. اگر very strong زده باشه یعنی اینکه رمز عبور خیلی قوی و پیشنهاد میشه یک رمز عبور very strong رو انتخاب کنید. قسمت بعدی دیرکتوری هست. اون مسیری که قرار این کاربر به اون دسترسی داشته باشه رو باید در این جعبه تعیین کنید. مسیری که الان در حال حاضر این کاربر، یعنی کاربر جمال @webnolog.ir قرار دسترسی داشته باشه، مسیر ریشه سایت پوشه webnolog.ir و همچنین پوشه جماله که این پوشه جمال پوشه است دقیقاً معادل همون نام کاربری که در جعبه لاگین وارد کردید. به عنوان مثال من الان میخوام این کاربر به ریشه سایت من دسترسی داشته باشه که حالا مثلا خودم هستم و مطمئنم از اینکه این حساب کاربری اگر قرار دست شخص دیگری بیفته اون شخص خاص اقدام به تخریب و خرابکاری روی سایت من نکنه. من الان مسیر ریشه رو انتخاب میکنم برای دسترسی به این کاربر. پوشه public_html رو انتخاب میکنم. شما میتونید هر مسیر رو انتخاب کنید. علاوه بر اون پوشه های زیر مجموعه این مسیر هم قابل دسترسه برای این کاربر یا حساب کاربری که الان دارید میسازید. این گزینه رو هم باید در نظر داشته باشید. اما از قسمت کوتاه باید اون محدودیت حجم اطلاعاتی که قرار رد و بدل بشه از طریق این حساب FTP رو تعیین کنید. اگر گزینه Unlimited رو انتخاب کنید به صورت بدون محدودیت تعیین میشه این گزینه، ولی اگر گزینه اول رو از قسمت کوتاه انتخاب کنید باید یک عددی رو به واحد مگابایت وارد کنید در اینجا که این حساب کاربری به محض اینکه به این حجم از انتقال اطلاعات رسید خود به خود دیگه متوقف میشه و دیگه هیچ سرویسی رو به شخصی که داره از این حساب کاربری استفاده میکنه نمیده. الان اینجا 2000 مگابایت زده، یعنی 2 گیگ، یعنی چیز حدود 2 گیگ میتونید با این حساب کاربری یا حالا شما یا یک شخص دیگه از این حساب کاربری میتونه استفاده کنه و فایل تبادل کنه، میتونه دانلود کنه یا آپلود کنه. ولی در هر صورت من حالا گزینه Unlimited رو انتخاب میکنم. شاید خیلی از مواقع نیاز داشته باشیم که اصلا این گزینه رو انتخاب کنیم و روی دکمه Create FTP Account من کلیک میکنم تا این حساب کاربری ساخته بشه. در وارد کردن هر کدوم از جزئیات حساب کاربری اگر موردی یا مشکلی وجود داشته باشه cPanel به شما اخطاری رو میده
به صورت جعبه‌های خود بازشو در سمت راست اون گزینه معمولا و میتونید اون ایراد رو برطرفش کنید. حساب کاربری من الان ساخته شده و از قسمت FTP اکانت میتونم این حساب کاربری رو ببینم. نام کاربری من به این صورت، مسیری که کاربری که قراره وارد این حساب کاربری بشه و به اون دسترسی داشته باشه رو در ستون پث میتونم ببینم، همون ستون مسیر هست، و اون حجم اطلاعاتی که مجاز این کار و رد و بدل کنه رو در ستون یوزج کدها میتونم ببینم. با کلیک رو دکمه چنج پسورد میتونم رمز عبور این حساب کاربری FTP رو به این صورت تغییر بدم، رمز عبور جدید رو در اینجا وارد کنم، تکرار رمز عبور جدید رو در جعبه پسورد اگین باستی وارد کنم. به مانند مورد اول، حالت اول که یک حساب کاربری رو میساختیم، هم اینجا میتونید با استفاده از پسورد جنریتور یک رمز عبور قوی رو بسازید و ازش استفاده کنید برای تغییر رمز عبور این حساب کاربری. با کلیک رو دکمه کنسل هم کنید، کلا تغییر رمز عبور رو میتونید لغوش کنید. چنج کوتا میتونه اون محدودیت میزان ارسال یا دریافت اطلاعات رو از این قسمت تغییر بدید به این صورت، و با کلیک رو دکمه دیلیت هم این حساب کاربری حذف میشه. و با کلیک رو دکمه کانفیگر FTP اکانت که حالا من یه بار روش کلیک میکنم، میتونید اون نرم افزاری که میخواید ازش استفاده کنید برای اتصال به این حساب FTP رو پیکربندی کنید. مثلا اگر نرم افزار شما فایل زیلا هستش که ما الان قصد داریم در این مجموعه آموزش از این نرم افزار استفاده کنیم، میتونید روی دکمه FTP کانفیگوریشن فایل مرتبط با فایل زیلا کلیک کنید. یک پرونده برای شما دانلود میشه که همون پرونده پیکربندی فایل زیلاست که اگر این پرونده رو ایمپورتش کنید یا وارد نرم افزار فایل زیلا کنید، به صورت خودکار به این حساب FTP متصل میشه. نرم افزار بعدی کور FTP هست و نرم افزار بعدی هم سایبر داک هست که برای سیستم عامل مک مورد استفاده قرار میگیره. هر کدوم از اینا یک فایل پیکربندی دارن که بدونی که خواسته باشید، البته این رو هم بگم، به صورت دستی هم میتونید نام کاربری که اینجا موجوده و همچنین FTP سروری که در اینجا وجود داره و همچنین درگاه یا پورتش رو که اطلاعات این حسابه و به شما داده میشه رو دستی میتونید وارد هر کدوم از این نرم افزارا کنید. اما اگر اطلاعات کافی رو ندارید یا میخواید این روال سریعتر انجام بشه، میتونید از پرونده پیکربندی هر کدوم از این نرم افزارا به این صورت استفاده کنید. اما این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم توضیحاتی مربوط به ساخت حساب کاربری و همچنین مدیریت حساب‌های کاربری که قبلا ساختید بود. خب یه سری حساب‌های کاربری هم در این پایین وجود داره که خدمت شما توضیح دادم به چه دردی می‌خوردن، چه مواقعی میتونستیم ازش استفاده کنیم. اما الان با نصب یک نرم افزار اتصال به FTP مثل فایل زیلا که در اینجا حالا من خدمت شما عرض میکنم چجوری میتونیم از این نرم افزار استفاده کنیم. من این نرم افزار رو با طی کردن مراحل نصبش نصب میکنم، روی نکست کلیک میکنم. در این مرحله باید تعیین کنید که این نرم افزار قراره کجا نصب بشه. همون مسیر پیشفرض رو میذارم باشه، نکست، و در اینجا روی دکمه اینستال برای نصب کردن نرم افزار کلیک میکنم. نرم افزار فایل زیلا نصب میشه. گزینه استارت فایل زیلا ناو رو انتخابش میکنم تا بعد از اینکه روی دکمه فینیش کلیک کردم نرم افزار فوراً اجرا بشه. حالا با استفاده از این نرم افزار من میتونم به حساب FTP خودم متصل بشم. این پنجره که به من نشون میده این اطلاع رو به من خواهد داد که نسخه جدید فایل زیلا یعنی نسخه 1.16.1ش وجود داره و من باید اون رو بروزش کنم که الان در حال حاضر نمیخوام همچین کاری رو انجام بدم. پس روی دکمه کنسل کلیک میکنم. اما برای اتصال به حساب FTP کاری که من انجام میدم و کاری که شما باید حتما خوب در نظر داشته باشید اینه که میخوام با استفاده از این حساب FTP نام کاربری وارد حساب FTP خودم بشم. با استفاده از نرم افزار فایل زیلا نام کاربری رو کپی میکنم، فایل زیلا رو باز میکنم. در قسمت یوزرنیم یا همون نام کاربری خدمت شما عرض کنم که نام کاربری که کپی کرده بودم رو در اینجا قرار میدم. روی کانفیگر FTP اکانت کلیک میکنم. قرار FTP سرور آدرسش رو از اینجا برمیدارم، میام فایل زیلا از قسمت هاست راست کلیک میکنم و اینجا پیستش میکنم. پسورد رو هم که همون رمز عبوری بود که خودم تعیین کردم در هنگام ساخت حساب کاربری، اون رو هم برمیدارم و در جعبه پسورد وارد میکنم. پورت رو هم که اینجا 21 و در این جعبه یعنی در جعبه پورت یا درگاه باید عدد 21 رو وارد کنم. الان اگر روی دکمه کویک کانکت کلیک کنم باید فوراً
این اتصال برای من به این صورت برقرار بشه و به راحتی بتونم فایل های خودم رو روی سرور یا روی فضای میزبانی ببینم و از قسمت پایین نرم‌افزار، پایین سمت راست نرم‌افزار اونها رو مدیریت کنم. و به این روش و به سادگی تمام شما هم میتونید این مراحل رو تکرار کنید. یک حساب کاربری رو از طریق FTP از طریق FTP اکانت cPanel خودتون بسازید. اطلاعات مربوط به اتصال اون حساب کاربری رو هم از قسمت کانفیگور FTP اکانت بردارید، وارد نرم‌افزار فایلزیلای خودتون کنید و اصطلاحاً کانکت بشید یا متصل بشید به حساب FTP خودتون. از اینجا حالا میتونید وارد هر کدوم از پوش‌هایی که تا الان وجود داره یا فایل رو اگر قصد دارید ویرایشش کنید یا دانلودش کنید این کار رو انجام بدید که استفاده از FTP یکی دیگر از روش‌های مدیریت فایل بود که در قسمت‌های قبلی با فایل منیجر cPanel آشنا شدیم. در این ویدیو الان دیگه فکر می‌کنم شما به صورت کامل به طور کامل با استفاده از یک حساب FTP از طریق cPanel آشنا شدید. امیدوارم که این ویدیو هم به درد شما خورده باشه. در ویدیوی بعدی علاوه بر اینکه با فایلزیلا بیشتر آشنا بشیم، با FTP کانکشن، بخش FTP کانکشن یا اتصال‌های FTP از جعبه فایلز cPanel به صورت کامل و ریز به ریز آشنا خواهیم شد.